سومن این فکر از کجا به سرت آمد؟ این خیال شدنش لازم بود. آیا با رفیقی که شهید شده است نیتی خانه‌دار شدن را داشتی؟ راست است؟ راست. آخر به تعیینات مخصوص گذشته چی کار میکنی؟ یا انتقامی او را میگیری؟ خاطرات شخصی دوست داشتم را احیا میکنم. وظیفه‌ای در اینجا بودت بسیار خوب است. به تعیینات مخصوص گذاشتن اختیاری است. تو بر این ختم کنندگان اکادمیا این وظیفه را نه آنقدر میپذیرند. اما اگر تو راضی باشی امضا میکنم. التجا میکنم سردارم. سلام. سلام. خواطر شدم. چی شد؟ اجازت گرفتم یک دو روز. با خواهش خودت به مقامات مخصوص گذاشتن میخواستی با شعبه ما. اگر یگان کمک لازم باشد آماده هستم. این روزها برایم خیلی وزنینند. اگر تو را ناراحت کرده باشم عذر میخواهم. اکنون فهمیدم که چرا عارف این خیل قرار داد. اگر در حقیقت این رو فهمیده باشی عذاب دردی مرا سبک گرداندی. سومن اکرم شموید؟ من میباشم. مرحمت. نوری دیده جانکم یکتایم در تشنگی بیابان هر شب تو را خواب میبینم. زیبا یکم سومن جانم. امروز اولین روز من در شهر شام میباشد. نمیدانم که آیا تمام مکتوب‌های من به دست تو میرسد یا نه، اما هر روز برای تو نامه می نویسم. هر روز با دل و جانم با تمام حسیاتم به واسطه کبوتر زیبا به تو روان میکنم. در اینجا تنها نیستم. صلاح الدین ایوبی، محی الدین عربی و از بلال حبشی تا شهدای کربلا همه در اینجا می باشند. یعنی در سرزمینی بیگانه نیستم. اینجا قدمگاه بزرگان ما می باشد. اما ببین که ظلم جان انسانهای بیچاره را قتل می کند. صدای داد و فغان زنها و کودکان دل مرا پاره پاره می سازد. چگونه ای که دلم برای تو می تپد. برای این مردم بیچاره نیز در تپیش است. از رحمت الهی امید دارم. انشاءالله این خونریزی، این فتنه، این جنگ تمام می شود و من صحت و سلامت برگشته با تو وا می خورم.
مبارک شود. مبارک شود. مبارک باشد. تشکر. راست میگیرم؟ تبسم؟ آفرین. من اومدم که با تو عهد و پیمان مبندیم. من با دشمنانم هیچ عهد و پیمان نمیبندم. شاید دوست شویم. اصلا با یک زبان سخن میکنیم. درخواستی من همین است که سلاح ها را از کجا، کی و از کی گرفتید؟ به من میگوید انا بعد تو را تا سرحد شمال برده آزاد میکنم. بعد 4 طرفت قبله. به هفتت یک نگاه کن. چند ماه شد که در عذابی. یگان کس به سراغ تو نآمد. اگر به پیشنهادی ما راضی نشوی ما شکنجه را دوام میدهیم. اگر زنده مانی. کنی به من یک نگاه کن. این خیلی خسته شده است. اگر این آدم مرد همه شما را میکشند. این آدم بسیار شخصیتی مهم است. کلید را دهید. کلید را دهید. همه به درون دارید. اکنون تو با من عهدنامه میبندی. دخترم من 1-2 ساعت کار دارم. تا اون وقت تو وظیفه خانگیت رو به انجام رسون. در یخدان سامبوسه است. مادر جون برای خوراکی شم به پدرم خوراکی بولازت میپختیم خوب میشد. دختر جان آیا پدرت 1 مرتبه در وقت خوراک شام به خانه آمده بود؟ اگر زنگ زند بگو که مادرم به مغازه رفت. اگر یگان چیز لازم شود زنگ زن. مالش خیر جانی اوچه. نباشد خودم خوراک تیار میکنم. اول مادرم گاز رو در میگیرند.
بخیر از ظریف چی شد؟ سفرها بخیر. اکا مرا ببخش. اکنون من میروم. من دیگر قوت صبر و طاقت ندارم. عریضه خودم رو با آقای مدیر دادم. خواه قبول کند خواه قبول نکند من میروم. برادر به کجا میروی؟ با تو چی شده است؟ اکا نمیبینی؟ هر روز چاه میکنن، هر روز ترکیش، هر روز آدم میکشند، هر روز خبر شهید رو میشنویم. پس از اکنون من به میدان میبرایم، تیرها را میسی دارو به آنها میخورانم. بی‌شرف ها. اکنون تو رسما وظیفه دار میباشی ظریف. این کارها با این راه حل نمیشود. اکا میروم. وقتی که من کودک بودم از زمین مینه ها را مثل کارتاشکا میچیندم. من اینجا بودن نمیتوانم، اینجا نشستن نمیتوانم. تلویزیون را میمونی اینجا ترکیش آنجا ترکیش. اکا باید یگان کس پیش راهی آنها را گیرد. ای ظریف کنی یک نفست رو راست کن. آخر حاضر با مدیر. الو فورا با اونجا می آیم. ای برادر التجا میکنم نجات دهید. التجا میکنم ظریف حاضر می آیم. اکا خوب هستی؟ چی شد اکا؟ ظریف حاضر می آیم گفتم که. ببخشید که شما رو انتظار کردم، اما مادامی که شما حاضرم اینجا هستید نتیجهش رو گپ زدن میخواد. اصلا مدتی که شما کار نکردید این به فایده شما نیست، اما به هر حال شما بر این کارگر به ما لازم است. هیچ گپ. مرحمت. بسیار خوشحال شدم. من در حقیقت میخواستم که باز از نو در یگان جای خوب کار کنم. جواب ده جواب ده. جواب نمیدید نمیکشاید. زنگ میرود اما جواب نمیدید. خانه هم جواب نمیدید. برادر زودتر های کن زودتر های کن ماشین را. حاضر میرسیم. رادیت گفتم. حکیم چی شد؟ چی شد حکیم؟ خانه میسوزد. چی سوخته باشه؟ اکای ساله در خانه یگون کس بود ماشینی آتش نشان حاضر آمد. سعادت تو در کجایی؟ ساله چی شد؟ آرام شو. چرا داد میزنی؟ آخر تو در کجایی؟ بعد از 5 دقیقه در خانه میشم. عصبی نشو. خدا را شکر که در خانه نیستم. خدا را شکر. یگان حادثه ناخوش شد. خیریت که شما در خانه نیستید. بار اول است که اینقدر خرسندم. عزیزم جانم. چه خیلی در خانه نیستیم. نازیه در خانه است. ساله نازیه در خانه است. خانه میسوزد. چه خیلی نازیه در خانه است. خانه میسوزد. ساله تو چی کار میکنی؟ نازیه در خانه است. ساله نازیه در خانه است. ساله نازیه نازیه
نرمکا ممکن نیست. من میگوشایم. مایلش جانکم. عارف ایستا. تو همینجا ایست. این کار با من دخل دارد. نازیه دخترم، نازیه دختر جانم، کجایی؟ نازیه جان کجایی؟ نازیه جان، نازیه جان در کجایی؟ نازیه یک طرف ایستید دوزارت مرا من میدرایم سردیت مرا چرا شما نمیفهمید آخی سردارم دارونم سردیت مرا
بردید مرا گنگا گنگا یک دقیقه قربان تو شما گنگا به خواست خدا نازیه را نجات بدین آمدم زودتر با آتش نزدیک نشوید احتیاط کنید زود باشید نازیه را گریفتم میبراین آرام شد گنگا جان صالح دخترم زنده است بگو صالح بگو دخترم نازیه را هم برآمد بگو برآمد آرام شد گنگا زنده است همش گذشت آرام شد خدا را هزاران بار شکر که زنده است گنگا زنده شد غمگین نشد تمام نجات بیابید انا یاری تجلی هم آمد اگر صالح آرام شوید اکا دخترتون را بالای دست کرده از درون آتش برآمدید آزرده نشوید اکا همش خوب می شود آرام شوید اکا جان آرام شوید چی شد به شما اکا آرام شوید کنی بیایید رفتیم اکا جان عارف برادرم عارف التماس این کار را نکن تو آخرین آدمی هستی که بر روی من پشت میگردانی هیچ چیز جای دوستی تو را نمیگیرد التجا میکنم ایست حقلم نمیگیرد خیر شد کاری شدگی شد شکر که صحت و سلامت رو بر رویم هستی دنیا را میسازانم آخر تو را مرده است گفتم همه سختی ها پشت سر شده آره بس من خاندار شدم وقتی خبری مرگت آمد دنیا در نظرم تاریک شد فقط خودم را گناهکار دانستم او هم همین طور ما در حقیقت ماتم داشتیم عارف همراه ها؟ یعنی همراهی سومن معلوم که برای من چه خیل ماتم گرفتید باور کن سخت متاثر گشتم شکنجه‌ای که در سوریه دیدم بیهوده نبوده است اکنون دلم فرح یافت در دل آتشینم آبی سرد پاشیدی سلیم با شنیدن خبری مرگم بالای تابوتم خاندار شدی ها دیگر چی گویم خاموش بودنم بهتر است اکا جان همراه تو ما هم مردیم اما حیات ادامه داشت خودت فکر کن عارف بیهوده از ما نرنج چشمانت صحت شده‌اند سلیم میبینم که در شب تار هم بسیار خوب میبینی اکا جان مگر تو نگفته بودی که اگر با من چیزی شود سومن به تو امانت بله گفته بودم امانتداری خوب بوده ای آفرین به تو عارف چرا صالح بابا بگو دخترم زنده است وای دخترکمه صالح فقط راستش را بگو صالح دخترکی شیرین اونجا چی کار کردی دخترکی شیرینم وای صالح ما چی کار کرده وای باشم صالح بابا بگو چرا اون نفس نمیکشد چرا بیدار نمیشود خدا خواهد زنده میماند التماس خواهم نرسد دخترکی شیرینم تلفن مشتری موقتا قطع کرده شده است لبای گوش میکنم مدیرم مرا گوش کنید
نفهمیدم. نمیدونم چی گویم، چی طور گویم. دخترم چی گپ شد؟ تینجیست؟ مدیرم، نمیدونم چی در بیان کنم. عارف، عارف زنده است. چی؟ خدایا رو نگه دار. فرزند جگر بندم رو نگاه دار. جانی مرا بگیر اما راسید. وای دخترکمه، وای دخترکمه. یک فرزندم در بطنم، دیگرش در دمی مرگی افتادن. صالح هیچ روزی سیاه آمد بر سری ما. اگر بلوزی چیزی شود هیچ به خودم رو نمیبخشم. من هم زنده نمیمانم، خودم رو میکشم. خدا بدست کرد. التجا میکنم خدا بدست کرد. وای بچه کنه، وای شیرینی گوشه. نازیه، دخترکم چی شد؟ با دخترم چی شد؟ دخترکم نازیه. خدایا، میدونی که من او را از قلبم دور نساختم. عارف زنده است. باورم نمی آید. اکنون من چی کار میکنم؟ چی چاره میاندیشم؟ خدایا، از یک طرف شوهرم، از طرف دیگر عارف. عارف آخر گوش کن. عارف میدونی تو رو چند وقت عزاداری کردیم. اکنون چی کار کنیم؟ مجبوریم زندگی رو از نو ادامه دهیم. این طور نمیشود آخر. همه یک طرف، دوستی ما و تو یک طرف. هیچ چیز را از نو ادامه نمیدهیم. لیکن آفرین به شما، بعد 3 ماه نکاح کردید. وقتی خبر مرگ تو رو شنیدیم بسیار غمگین شدیم. تنها با دستگیری هم دیگر خودمون رو تسلی دادیم. هیچگاه در حق تو ناحرمتی نکردیم عارف. چشمانت چغیلند؟ چشمانت میبینند؟ چشمانم نمیبینند گفته. مرا با اونجا فرستادی برای ازدواج کردن با سومن، همینطور؟ بس کنه، از حد نگذران. روزهای دراز زیر شکنجه بودم. به خاطر وصال دوست داشتم و دوستانم طاقت کردم. برای همین روز بود ها؟ پاداش اون همه شکنجه ها همین است. بگو به من. اگر میدونستم که تو زنده هستی عارف، این نکاح رو از گوشه خیالم هم نمیگذارم. بس کنید. برای من شده یک دیگر رو میکشید. دوستی شما باید از همه چیز بالا باشد. این طور نکن عارف. تو را انتظار نباشند و همه درها را برایت بپوشند. میدان انسان چگونه میشود؟ میفهمی یا نه؟ در دشت کربلا سراب من بودی. همیشه در آرزوی آن بودم که خانه بنیاد میکنیم و زندگی آسوده میبینیم.